های گوناگون ببینید چگونه همین زاویه است و می‌رسانید یک امتیاز کامل حلال و حکاکی کرد واقعا. ببینید چی اصولی بدن توانست رضا جاوید در یک حرکت نشان حالا به هر حال ما هم منتظر میمونیم اگر رقابت باشد رقابت رو منظوری هواداران علاقه‌مندان باید کرد و اگر مراسم تحلیل در دایره پنجمین مسابقه بین المللی گشتین ملی برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه که برگزاری آن بر روز مادران راست آمد 4 مدال طلا را ورزشگران توجیه به گردن آویختند. چهار عنوان قهرمانی از 7 وزن مسابقه البته که برای پهلوانان توجیک در حساب دستوی هم زینه اول را تامین کرد. پنجمین مسابقه بین المللی گشتین ملی و مثال 3 مسابقه پیشین قاروی در همین مکان محتشم یا خود قصر تنیس و مجموعه نمودهای ورزش آبی دایر گردید، جایی که کارهای آمادگی با مسابقه الکی چندین روز پیش جریان داشتند. از روی درخواست‌های دولت‌های خارجه امروز تا عین زمان با ما از 39 دولت جهان درخواست پیشنهاد کرده شده است که جمع اشتراکچیان خارجی 170 نفر را در بر میگیرد که از 170 نفر 110 تای آن ورزشگران میباشند که از روی 7 وزن قوازمایی میکنند، 5 وزن میانی مردان و 2 وزن میانی بانوان قوازمایی مینمایند. از جمهوری تاجیکستان باشد 28 نفر ورزشگر، 8 نفرش بانو دختران در وزنهای خود و 20 نفرش مردان میباشند که بین خود یعنی که با دولت‌های خارجی قوازمایی مینمایند. چون ترتیب و تکیه به عنعنه‌های خاص مهمان نوازی تاجیکانه، این مورد نیز اشتراکچیان مسابقه بین المللی را صمیمانه و با چهره‌های پر افتخار پیشواز گرفتند. هر ورزشگر و هر مهمان مسابقه شروع از قدم‌های نخست به ملک تاجیکان سخنانی نیک از زبان جاری می‌کرد. واقعا گوشتینگیری یک ورزش محبوب است که روز به روز توسعه پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه. خوشبختانه از صورت خوب جهانی برخوردار شده. واقعا ورزش گوشتینگیری ارزش‌های تاریخی فرهنگی تاجیکان جهان خصوصا تاجیکستان است و ما تشکر میکنیم از شما، از دولت تاجیکستان که واقعا یک ارزش فرهنگی را احیا کردن، زنده ساختن. واقعا همه تاجیکا با این ارزش فرهنگی میبالیم. آرزو داریم که مسابقات هم مثل دوره‌های بعدی که ما 2 نوروز قبلی اینجا آمده بودیم با شکوتر خوبتر برگزار شود. This is third time. We enjoyed the Gushtingiri tournaments. بار سوم است که از گوشتینگیری تاجیکستان لذت میبریم. حکومت تاجیکستان و فدراسیون ملی تاجیکستان در راه برگزاری این چهاربینی کارهای مهم انجام دادند. We enjoyed and always we want to do. ما هم در این مسابقه اشتراک داریم. با احتمالیت زیاد سال آینده یا سال دیگر ما مسابقه بین المللی گوشتینگیری رو در ترکیه دایر کردنیم. All over the world and Europe side and Turkey we can do this.
Fourth time I'm coming, fourth time. маротибаи чорум аст ки дар мусобиқаи гӯштини миллӣ дар тоҷикистон иштирок мекунам ва чӣ тавре пештар дидем мусобиқа дар сатҳи олӣ гузаронида шуд. Бо гирифтани таҷрибаи бештар ва доштани варзишгарони хуб ин маврид рақобатҳо боз ҳам хубтар мешаванд. What can you say about the preparation of your athletes? Athletes always we are. варзишгарони мо ҳеҷ вақт аз нафарони дигар камӣ надоштанд. Тими хубе дорем ва умед дорем ки ҷоизадор мешавем. Prize for them. And lastly, your prediction about the performance of the Indian athletes in this international, because of so much countries that will attend. чӣ тавре мебинем ин навъи варзиш дар ҳоли рушд қарор дорад ва мо низ талош мекунем ки аз пештара дида натиҷаҳои хубтаре ба даст биёрем. Last time. I know about Kushtingri is Tajikistan's traditional sport. медонам ки гӯштингирӣ варзиши миллӣ дар тоҷикистон аст. нисбати ин навъи варзиш ва ҳатто таърих ва фарҳанги тоҷикистон шавқи зиёде дорам. хеле хушнудам ки ба кишвари шумо ташриф овардам. дар гирифтани ҷоизаҳо боварӣ надорам, зеро ин ҷо нафарони зиёде иштирок доранд ва варзишгарони тоҷик хеле хуб ҳастанд. And Tajikistan players are very good. So زمانی که اشتراکچیان این مسابقه فراگیر بین المللی از 39 کشور دنیایی به تاجیکستان تشریف می آوردند، دسته منتخبی تاجیکستان عبارت از 28 ورزشگر مشغول آمادگی ها به مسابقه بود. در رفتین آمادگی ها سرمربی منتخب به طور علاهیدگی از بانوان گشتینگیر هم سخن کرد. чеҳраҳои нави гӯштингирӣ ки ба мо пайдо шудаанд бонувон, мо имкон пайдо кардем ки ҳамун бонувоне ки дар ин вазнҳои худ вазни 57 ва 70 килограмм ҷои сеюмро ишғол карданд, онҳоро ба ин чеҳраҳои наве ки дарёфт шуданд як қуввозмоии интихобӣ, ҳамчун як қуввозмоии интихобӣ барои ки дар кадом ҳолат гӯштин гирифтани инҳоро мебинем. ورزشگران میدانی اگر با آموختن دیگرباره حریفان احتمالی و تکرار اصولها در تمرینها بودند، در مهمانخانه اطلس شهر دوشنبه سرآغاز برگزاری مسابقه یک سمینار آموزشی برای داوران و نمایندگان کشورهای اشتراکچی تشکیل شده بود. در این سمینار از قاعده‌های اساسی گوشتین ملی به 3 زبان تاجیکی، انگلیسی و عربی یادآوری کرده شد. داور وسط میاد رو خط وامسته، دو تا داور رو در واقع فرا میخونه. این فراخوانی یعنی اینکه بیایم مشورت کنیم، صحبت کنیم، خیلی کوتاه و خیلی شفاف. And ask for two side referee comes over for discussing on counseling for some disagreement they have, but it should be very short. Don't make it too long. Для нас очень было удобно, чтобы мы уже много чего знали здесь сейчас. Правила, которые мы не знали до этого. Ну, очень хорошо сейчас произошли, сколько человек, много стран, познакомились здесь с многим человеком, которые мы не знали раньше. Ну так, а так все было очень хорошо. Сейчас семинар иштирок доштем, бисёр миннатдор ҳастем барое ки гӯштингирӣ байналмилалиро гирифт. дар ин семинар бисёр барои мо як қоидаи нави гӯштингирӣ барои доварон ва барои намояндагони ҳамаш ва ё давлатҳо қоидаи нави гӯштингириро мо омӯхтем. We're very glad for myself to participate.
خیلی خوشنودم که در این مسابقه اشتراک میکنم. این برایم بار اول نیست و سال گذشته نیز در مسابقه اشتراک داشتم که خیلی رقابت پذیر بود. آمادگی ما خوب است و این نوبت ورزشکاران سطح عالی از کشورهای مختلف اینجا اشتراک دارند. I think up to 39 countries all over the world. What expectation do you have for the tomorrow's competition in case of so much countries, so much athletes there would be attend? با اطلاع من در کاتگوری وزنی من که زیر 65 کیلو است 24 ورزشکار سبقت میکنند. با چند از آنها واخوردم. ورزشکاران خوبی هستند که در چندین سبقت‌های جهانی شرکت ورزیدند. خلاص که این برایم خیلی مشکل خواهد بود. توجه اساسی من عین حال به غلبه در هر رقابت و نشان دادن مهارت خوب است تا که کشور خود عمان را ارزنده معرفی کنم. بار دوم است که در مسابقه گشتینگیری در تاجیکستان اشتراک میکنم. در همکاری با فدراسیون گشتینگیری تاجیکستان نیت دارم که در کشور خود کار فدراسیون این نوع ورزش را پیش برم. برای انجام کلی کارهای آمادگی با مسابقه و تشریف همه ورزشکاران اشتراکچی از کشورهای خارج، مراسم قرعه کشی پنجمین مسابقه بین المللی عاید گشتین ملی هم برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه آغاز گردید. У нас скоро будут такие подходящие праздники. Думаю провести турнир, пригласить вас в Болгарию и сделать балканское соревнование в Гуштингире. В первый раз это будет, и пригласим уже представителей ваших и увидим, как будет. У нас есть желание и силы работать вместе. To Dushanbe for Gustingiri, we بار ششم است که با مسابقه گشتینگیری به دوشنبه میآیم. افتخار دارم که اینجا هستم. ما هم در هندوستان ورزش گشتینگیری داریم و آن در سطح خوب است. در هندوستان گشتینگیری آینده خوبی دارد. In this time, what expectation do you have from your athletes for tomorrow competitions? we try to better. ما البته تلاش میکنیم که از دیگران بهتر باشیم، ولی ورزشکاران تاجیک قوی هستند و احتمالاً مراتبای دیگر ما نتیجه های خوب به دست میاریم. Our player result good. Pakistan represent 5 پاکستان را در این مسابقه گشتینگیری 5 ورزشکار معرفی میکنند. ورزشکاران ما قوی هستند و مسابقه نشان میدهد که به چی میرسیم. Top guy. Competition is very good. Last I participated last 2023. بار آخر سال 2023 اینجا در مسابقه اشتراک کردیم. خرسندم که بار دیگر به تاجیکستان آمدم. ورزشکار ما تلاش میکند که مهارت خوب نشان دهد. And try to best competition and best result also. صبح 8 مارت سال 2024 روز برگزاری پنجمین مسابقه بین المللی عاید گشتین ملی برای دریافت جام رئیسی شهر دوشنبه در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی آخرین کارهای آمادگی به انجام رسانیده می شدند. تخمینا بعد 2 ساعت در اینجا در قصر تنیس و مجمع ورزشی نمودهای ورزشی آبی پنجمین مسابقه بین المللی گشتینگیری برای دریافت جام رئیسی شهر دوشنبه آغاز می شود و کارمندان تکنیکی مؤسسه دولتی تلویزیونی ورزش و نفران دیگری داخلدار مسئول برگزاری مسابقه علاقه کارهای آمادگی خود را آغاز کردند.
این مسابقه در حد خیلی خیلی بالایی داره انجام میشه و امیدواریم که مسابقه خوبی ما امروز ببینیم و تمام این پرسنلی که برای ما اینجا دارن زحمت میکشن واقعا دیگه سنگ تمام گذاشتن که برای برگزاری. این پنجمین دوره این مسابقات است، در سطح بسیار بالایی داره برگزار میشه. شما بسیاری از قهرمانان بازی‌های آسیایی و قهرمانان رشته‌های مختلف رو مثل قهرمان جهان سامبو، قهرمان جهان کوراش، قهرمان بازی‌های آسیایی کوراش، قهرمان‌های جودو مثلا در وزن 70 کیلو نفر سوم جودوی جهان اینجا هستن، حضور دارن در این مسابقه. سطحش بسیار بالا هست. تیم‌های مدعی مثل ازبکستان، خود تاجیکستان، ایران، قزاقستان و روسیه با تیم بسیار قوی و مکملی حضور پیدا کردن. من فکر می‌کنم این دوره یکی از دوره‌های بسیار با کیفیتی باشه. زمانی که آخرین کارهای آمادگی در حال انجامیابی قرار داشتند، ورزشگران نیز با آخرین تمرین‌های خویش بالای گلیم اساسی پرداختند. همچون متخصص و همچون سرمربی دسته منتخب ما امروز از میان ورزشگران تاجیک از کی مدال و جایزه انتظار شده میتوانیم اگر پیشگویی کنیم؟ اگر از روی نتیجه قرعه پرتایی نظر افکنیم و ورزشگرانی که در سطح بین المللی دستاوردهایی که به دست دارند نظر افکنیم، در وزن 65 کیلوگرم ما امکانیت زیادتر داریم و در وزن 71 کیلوگرم امکانیت داریم که ما با واقعیت نهایی و با گرفتن مدال طلا دست یابیم و در وزن 86 کیلوگرم. این هم از زیرکی و مشق و تمرین و مهنت انمون ورزشگر وابسته است که خواهی نخواهی در دوم قوازمایی یا در سوم قوازمایی در با ورزشگری خوبی این چاره‌بینی و میخری. برای اون زیرکی و مشق و تمرین زیاد یعنی ورزشگر در کار که غالبیت رو به دست بیارد و با واخری‌های نهایی برد. ما پیش از این مسابقه بسیار آمادگی خوب دیدیم، یک تا مشق دست جمعی گذراندیم. ما حرکت میکنیم در این مسابقه در آن نتیجه خوب نشان دهیم، بیرق دولت عزیزمون رو بلند برداریم. بعد رسیدن فرصت معین آغاز، رقابت‌های پنجمین مسابقه بین‌المللی گشتین ملی برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه با مبلغ جایزوی $100,000 آمریکایی هم رسما شروع گردیدند. دیگر همه دقت‌های خرد و بزرگ به مرکز گلیم نگرانیده شده بود. اولین رقابت‌های مرحله مقدماتی مسابقه هم با اشتراک بانوان ورزشگر صورت گرفتند. یکی از اشتراکچیان فعالین مسابقه از میان ورزشگران خارج، لی وان تینگ از تایپی چین در وزن تا 57 کیلوگرم میان بانوان بود که مقابل حریف افغانش سعادت ملالای در اولین ثانیه‌های رقابت و گرفتن امتیاز حلال دست یافت. این هم کوتاه‌ترین رقابت مسابقه و آسان‌ترین پیروزی نماینده تایپی چین بود. هوجر شفاعت و ازبکستانی از زمره حریفان دیگر لی وان تینگ بود که مقابل او لی با یک مشکلی و کسب 2 امتیازی بدن ظفر یافته توانست. نماینده تایپی چین بعد کامیابی‌های نظررس در گلیم بین‌المللی دوشنبه سرآغاز رقابت فینالی وزنی تا 57 کیلوگرم میان بانوان
ساما کنان ادهم سوره را نیز تسلیم شکست نمود. دو پهلو حلال است کاری لیوان تینگ. در وزنی تا 65 کیلوگرم میان مردان باشد، پهلوان شناخته توجیک شهباز سید ابراروف درخش خاصه داشت. این پهلوان توجیک در اولین دور بنابر آسیب رقیب علی هکیشم از پاکستان بدون مشکل راهش را به دور دوم پنجمین مسابقه بین المللی اوید به گشتینگیری هموار کرد. او در ادامه هم توانست مقابل حریفان برتری های خاصه و امتیازهای چشمرس به دست آورد. پیش از رسیدن به رقابت فینالی ضد خیراندیش مرادزاده باشد، شهباز وحید بریماللو ایرانی را شکست داد. پهلوان دیگری معروف کشور که در وزن تا 71 کیلوگرم برآمد میکرد از رقابت‌های فراگیر دنیایی ناامید برنگشت و این هم میرزا جمیل رمضانوف بود. او در اولین رقابت خویش مقابل ورزشگر ایرانی سجاد امین برجی با برتری 2 امتیاز بدن پیروز شد. میرزا جمیل در رقابت بعدی مقابل پهلوان ترکمن کاکاگلای اگنبایو روبرو شد که او را بعد 1 دقیقه مبارزه ها با امتیاز حلال شکست داد. در دایره سومین رقابت خویش میرزا جمیل رمضانوف مقابل نظری نصرالله از کشور افغانستان قرار گرفت. این مورد باشد پهلوان توجیک در راه پیروزی مشکل زیاد را پیش روی خود ندید. ولی در رقابت دیگری که خود راحت مرحله فینالی را برایش تخمین میکرد، رمضانوف را در راه مظفریت بر علی جان باقیف مشکلی زیاد پیش آمد. او در راه رسیدن به فینال وزن تا 71 کیلوگرم اخیراً توانست مقابل علی جان باقیف پیروزی به دست آورد. نهایی یا به فینال برود در دسته وزن 71 کیلوگرم. بله، میرزا جمیل رمضانوف با فینال رقابت‌های پنجمین مسابقه بین المللی گشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه می رود. در وزن تا 70 کیلوگرم باشد، هرچند بانوان پهلوان ما در راه مظفریت زیاد کوشیدند، ولی هنر و مهارتی که نماینده فدراسیون روسیه الیانا پراکاپنکو نشان میداد کلاً دیگر بود. الیانا پراکاپنکو در یکی از رقابت‌های مرحله مقدماتی ضد ورزشگری توجیک قربانگول حلیمووا ایستاد شد و در فرصت کوتاه توانست از پیروزی خویش استقبال بگیرد. این بانوی روسیگی در رقابت نیمه نهایی میان بانوان ورزشگری دیگری توجیک شاهیده قلندرو را ناکام کرد. این همان پرتاب است که از جانب علین مقابل شاهده اجرا گردید. پهلو بود. پهلوان ناماشنای توجیک رحمت الله بیک فرهادو باشد در اولین رقابت خویش مقابل ورزشگری مالایزیا محمد بن عزیز محمد بعد گرفتن 2 امتیاز بدن به پیروزی دست یافت. ورزشگر از مالایزیا و در کوشش بعدی یا حرکات بعدی ببینید جفتی آستین حرف رو بسیار ماهرانه دریافت کرد و بسیار با مورد فرودی کمر و سر شانه حرکات پایه‌هایش بسیار. دومین مبارزه های میدانی فرهادوف ضد ولاد پالامار سوسی آلبانی صورت گرفت که در این نیرو آزمایی رحمت الله بیک با قول گرم نشد و با امتیاز کامل حلال به زودی از گلیم پایین شد. کشتیگیر نگریخت و
баъзан бисёр ҳолатҳо мешавад ки дар тасвири наздик мегурезад иҷрои усул ва ба ҳамин тартиб дӯстони азиз яке дигар аз ҷазобияти гӯштини миллӣ ба ҳамин васила аз партоби раҳматуллобек ба иҷро даромад ва раҳматуллобек ба марҳалаи сеюми рақобатҳо меравад. سیمین حریف فرهادوف پهلوان افغان حسن رسولی بود که او را نیز پهلوان شناخته کشور توانست دچار شکست نماید. حلال بهاگذاری شد. لحظه‌های تکراریه که رحمت‌الله در دور نیمه نهایی اولی کورژف از روسیه ضد رحمت‌الله فرهادوف قامت افراخت و پهلوان توجیک توانست ضد این حریف پرقوت در فرصت‌های اخیر رقابت پیروز شود. دست چپ حرکت کرد، بسیار محکم گرفت اما موفق نشد. اما تصویر بعدی رو ببینیم. با این ترتیب نزدیک بود اینجا نزدیک بود که یک اشتباه سرباله ببینه با این روش پایزنی ماهرانه با پای چپ کرد رحمت‌الله بک یک بار دیگر از زاویه دیگر با این ترتیب خیلی عالی احسن بسیار کار خوبه کرد رحمت‌الله بک بودش ابتدا مطمئن نبود که این عمل کردی و امتیاز کامل حلال است و در نهایت حلال عمر سفرов ازبکستانی بود برگزار معذرت در وزنی تا 86 کیلوگرم باشد یکی از مدعیان اساسی در گرفتن جایزه قهرمانی حقنظر نظرov دانسته میشد که پیش از رسیدن به رقابت فینالی ضد عمر بازارov از ازبکستان وقت 30 ثانیه ماندن به انجام رقابت به شرافت یک امتیاز پهلو ظفر یافت. حریف فینالیش عمر رسولov باشد. پیش از رقابت فینالی قوی بازو مسعود براتعلی ایرانی را به بازو نمود. در رقابت‌های آخرین وزن مسابقه باشد در قیاس به مهارت والای پهلوانان محلی آمادگی‌های پهلوان سنگین وزن ازبک شیر محمد جندریف کلان در سطح دیگر بود. او در راه رسیدن به فینال ضد اولوغبک رحیموف روی گلیم برآمد و توانست که راحت فینالی را برایش تامین سازد. یک امتیاز پهلو کفیل موفقیت شیر محمد ضد نماینده کشوری ما شد. حرکات فنی جندریف برتر بود در این رقابت به همین ترتیب دوستان عزیز پس از چند لحظه فینال برگزار می شود اما قبلتر از فینال سرآغاز سخن سری رقابت‌های فینالی مسابقه می‌سازد که به یک نقطه مخصوص و قابل توجه این مسابقه بین المللی توجه کنیم. هیچ یک از پهلوانان توجیک از سلاله باقیوها نتوانست مدال طلا به گردن آویزد. سهراب باقیف بعد شکست در مرحله نیمه نهایی وزن تا 65 کیلوگرم از خیراندیش مرادزاده به گرفتن زینه سوم دست یافت. اعلام کردن پس از چند لحظه مراسم تقدیم جایزه ها است. پس از 3 دقیقه اگر اشتباه نکنم ولی به هر حال ما هم منتظر میمونیم. اگر رقابت باشد رقابت رو منظوری هواداران و علاقه‌مندان خواهیم کرد و اگر مراسم تقدیم و مراسم گشوده شوی باشد پس مراسم گشوده شوی رو به همین ترتیب دوستان عزیز شبکه تلویزیونی دوشنبه و ورزش رو پیگیری کنید تا از این اتفاقات پهلوانی دیگر با نسب باقیف که علی جان بود در مرحله نیمه نهایی وزن تا 71 کیلوگرم از میرزا جمیل رمضانوف دچار شکست گردید و او هم دارنده نشانی برنجی گردید. لحظه های ورود یا داخل شدن یا اجرای اصول کردن ورزشگران اما کسی از آنها نتوانست که یک اصول که با گرفتن حد اقل امتیازها
سبب شود به آن نزدیک شود. ابوبکر بوقیف باشد در فینال نتوانست میرزا جمیل رمضانوف تا به آخر ایستادگری کند و با نشانی نقره از گیلم بیرون شد. همین طریق در این مسابقه فراگیر بین المللی از 3 پهلوان جوان سلاله قدرتمند بوقیف ها کسی نتوانست چون نفری پیروز در شاهسوفه ظفر قرار بگیرد. تشریف مهمانان 39 کشور قاره آسیا و اروپا و افریقا را به تاجیکستان خیر مقدم میگوییم. بعد انجام مرحله مقدماتی مراسم رسمی گشاده شوی 5مین مسابقه بین المللی گشتین ملی برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه هم در یک فضای متنتن دایر گردید. بعد انجام مراسم گشاده شوی مسابقه فرصت رقابت‌های فینالی هم فرا رسید. اولین رقابت فینالی در وزن تا 65 کیلوگرم 2 پهلوان تاجیک خیراندیش مرادزاده و شهباز سید ابرار را به هم آورد. در رقابت فینالی مذکور مبارزه ها طولانی ادامه یافت و نفری پیروز در وقت اساسی معین نگردید. بالاخره با زحمت‌های پیوسته در هجوم شهباز توانست که بعد گرفتن امتیاز حلال از عنوان قهرمانی خیش استقبال بگیرد. 2 نشان برنجی وزنی تا 65 کیلوگرم میان مردان باشد نصیب سوراب بوقیف و واحد بریمالله ایرانی گردید. جالب بود برای شهباز. اکنون همین 90 متر. اوپا این حلال است. آفرین شهباز بالاخره عارف را با 2 شانه از زمین افتاد و آغوش میگیرد برادرمون. فینال خود رو خوب شرح میدیم برای که من با یک حریفی که از همه حریف خوبتر در همین مسابقه بود گویم میشود. همین خیلی هست. اگر خیراندیش مرادزاد به من برادر نزدیک است، برادر کلانی گویم که قریب که حقیقی برادری از یک پدر مادرم گویم میشود. امروز ما رقابت کردیم چون که خود شاهد شدین. امروز غالبیت رو برادری به دست آورد. در رقابت فینالی وزنی تا 71 کیلوگرم 2 پهلوان دیگری تاجیک میرزا جمیل رمضانوف و ابوبکر بوقیف روبروی هم قرار گرفتند. این فینال تاجیکانه نهایت سخت و سنگین و تا جای خونین ادامه یافته نفری غالب تنها وقت 24 ثانیه ماندن به انجام وقت اساسی معلوم شد. میرزا جمیل رمضانوف بعد اجرایش یک پرتافت سرعتناک با امتیاز حلال توانست از گیلم چون نفری قهرمان بیرون شود. گیرنده 2 نشان برنجی وزنی تا 71 کیلوگرم علی جان بوقیف و دلشاد بیک یولداشوف از ازبکستان دانسته شدند. برمیگردن با هم اردو برای پیدا کردن جزترین فارغبالی رقیبان میروند. اوه برای میرزا آفرین حلال است. پهلو هم باشد این پیروزی است برای میرزا جمیل رمضانوف. اکنون این پهلو آوردن امتیاز داد. ابوبکر امکانیت را از دست داد و میرزا جمیل رمضانوف برنده مدال طلای وزنی 71 کیلو شد. الان حتی نشون میدم. حریف فینالی مچ که شما میبینید ابوبکر بوقیف خیلی پهلوانی خوب و استادی ورزش درجه بین‌المللی می باشد و پهلوان جوانی
توجیک کشورم باشد اون رو من مغلوب کرده با ضربه حلال سزاوار جای اول گشتم و جایزه‌داری جای اول مسابقه پنجمین بین‌المللی جای رئیس شهر دوشنبه گشتم و مینداری خودم رو با محترم رئیس شهر رستم امامی میرسونم که با ما چنین جوانمردان چنین مسابقه پیشنهاد کرده و ما توانستیم که نام کشور عزیز خودمون در عرصه بین‌المللی پرچم ملت از ما بلند برداریم. دوستان عزیز، الکی رقابت‌های جایزه‌ای پنجمین مسابقه بین‌المللی گوشتنگیری آغاز گردیدند و الکی در دو فینالی برگزار گردیده ما دو قهرمان از تاجیکستان در سیمای شهباز سیدابرارو و میرزا جمیل رمضانوف را شاهد شدیم. در فرصت‌های باقی‌مانده مسابقه مذکور البته باز هم ما از غالبیت ورزشکاران دیگری تاجیکستان انتظاریم. بعد پیروزی دو پهلوان تاجیک در فینال ضد هموطنان، اخیراً فرصت رقابت آخرین در وزن تا 78 کیلوگرم فرا رسید. اینجا رحمت الله بیگ فرهادوف مقابل احمدزاده رامین سبزعلی از ایران روی گیلم برآمد. در نتیجه کشمکش‌های دور و دراز اخیراً از کامیابی افتخاری پهلوان تاجیک استقبال گرفت. پیروزی فرهادوف را باشد یک امتیازی بدنی که سر آغاز رقابت زیر دست آمد سببگاری اساسی شد. در وزن تا 78 کیلوگرم ولی کورژیو از روسیه و احرار زیاداللهیو از ازبکستان توانستند دو نشان برنجی این وزن را به دست آورند. واقعی فینالی با نماینده ایران بود. خیلی یک حریفی پرقوت بود که من توانستم که با وی غالب برایم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند برداشتم در مابین 40 دولتی که از تمام دنیا بر جمهوری تاجیکستان آماده بودند. در فینال وزن تا 86 کیلوگرم هم به مثل دو فینال وزن اول میون مردان همگان شاهد فینال تاجیکانه شدند. پهلوانان شناخته کشور عمر رسول و حقنظر نظروف به هم آمدند و رقابت میان این دو پهلوان محلی فرصت‌های طولانی برابر صورت گرفت. ولی در هفته رقابت حقنظر از جانب داور سعودی یک آگاهی و یک تنبیه طوری سر دید. کمتر از 1 دقیقه ماندن به وقت اساسی رقابت عمر رسولوف اخیراً با یک پرتافت سری کتف امتیاز پهلو به دست آورد. این پرتافت نخست حلال بهاگذاری شده بود ولی بعد دیدن نوارهای تکراری خلاصه پهلو را گرفت. از این امتیاز کلیدی برای عمر رسولوف عنوان قهرمانی وزن تا 86 کیلوگرم و مبلغ جایزه‌ای $5000 آمریکایی را تأمین کرد. دو مقام افتخاری سوم در این وزن باشد نصیب مسعود قوی بازی از ایران و عمر بازارو از ازبکستان گردیدند. خیلی رقابت شدید و قین بود ولی از حساب تمرین‌های خوب و سری محلی با او دست بالا گرفتم. بعد انجام چند رقابت فینالی تاجیکانه ما اخیراً شاهد یک رقابت بین همدیگری نمایندگان مغولستان و تایپی چین در فینال بانوان وزن تا 57 کیلوگرم شدیم. لیوانتینگ از کشور تایپی چین اخیراً در رقابت فینالی وزن تا 57 کیلوگرم مقابل پهلوان بانوی مغول گندبال گنسیتسگ هم شایسته مبارزه برد و چون نفر قهرمان از گلیم بیرون شد. در این مبارزه فینالی شماره آگاهی حریف مغولش باعث شد تا او پیش از مولد از پیروزی خویش استقبال بگیرد. در میان بانوان در وزن اول پردیس ایدیوندی از ایران و کنان ادهم از سوریه توانستند با اشغال دو نشان برنجی در مقام افتخاری قرار بگیرند.
من 5 کیلوگرم وزن کم کردم و از 63 کیلوگرم تا 58 کیلوگرم وزنم کم شد. اندک مانده هم شدم ولی با هر حال توانستم عنوان قهرمانی رو به دست آورم. How difficult was the final match against the Mongolian opponent? Because او میخواست به فکرم اسلوب سیایی نگی را استفاده برد ولی من دست چپی او را پورا زیر کنترل گرفتم و اخیرا نقشم کار داد. فینال دیگری در وزن تا 70 کیلوگرم میان بانوان باشد. ورزشگری روسیایی آلیونا پروکوپنکو و جانونا نظرو از کشور ما را به هم آورد. در این رقابت ورزشگری روسیایی الکی بعد 1 دقیقه پس سر شدن رقابت به گرفتن یک امتیاز بدن ضد جانونا موفق شد. بعد 1 دقیقه گرفتن این امتیاز او ضد جانونا امتیازی حلال به دست آورد و با همین پیروزی را مال خود کرد. در وزن تا 70 کیلوگرم میان بانوان شهیده قلندر و از تاجیکستان و اژر سلیوکوو از قزاقستان توانستند نشانهای برنجی به گردن آویزند. Мне очень понравилось все. На самом деле очень хороший уровень, хороший зал, хорошая поддержка, хороший татами. Организация очень на хорошем уровне. Только хотела попросить, чтобы потеплее в следующий раз в зале было холодно. Вы сами видите, у вас сейчас в моей категории 2 девочек с Таджикистана на пьедестале. Я говорила, что у вас сильные, крепкие девушки. Не обманывалась в этом. در آخرین رقابت فینالی مسابقه میان پهلوانان وزن جمعی 86 کیلوگرم پهلوان نامآور کشور شریف جان نظریف ضد شیر محمد جندری ازبکستانی ایستاد شد. در این رقابت آخرین فینالی بعد تلاش‌های طولانی به دست آوردن خال از هر دوی جانب‌ها جندریف توانست وقتی کمتر از 1 دقیقه ماندن به انجام رقابت یک امتیاز پهلو به دست آورد. این امتیاز پهلو با وجود مشکل هم زیر دست آمده باشد برای پهلوان ازبک مقام اول و بزرگترین مبلغ جایزه‌ای را در حجم $10,000 آمریکایی تامین کرد. دو نشان افتخاری نصیب اولوبک رحیموف از تاجیکستان و انتون براچوف از روسیه گردیدند. جدیم تاثیرات که با مسابقه بوده. این مسابقه برای من پر از تاثیرات خوب بود. با پرزیدنت تاجیکستان و همه دستاندرکاران منتداری کلان بیان میکنم. مسابقه در سطح بلند تشکیلی گذاشت. مسابقه جدیم yuqori saviyada بود. همین طریق پنجمین مسابقه بین المللی اوید گشتین ملی برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه در 7 وزن رقابت‌ها با پیروزی پهلوانان تاجیک در 4 وزن مردانه جنببست شد که این نتیجه برای منتخب تاجیکستان پیروزی در حساب دستوی را نیز تامین کرد. از زاویه‌های گوناگون ببینید چگونه همین زاویه است و می‌رسانید یک امتیاز کامل حلال و حکاکی کرد واقعا. ببینید چی اصولی این بدن توانست میزانه در یک حرکات نشان ولی به هر حال ما همون ترتیب می‌کنیم. اگر رقابت